در خاندان نفر کودک به دنیا بیاید شرط و شرایط درخواست میگردد که برای طرف دختردار خیلی میان شکن است. لکن با نظر داشت عرف و عادت و ویران نگردیدن زندگی آنها، پدر و مادر دختر کوشش میکنند که آن چیزهایی که از طرف خانه داماد درخواست شده است آنها را اجرا نمایند. خب در همین زمینه نظر شما چی است؟ وقتی فرهنگ خراجات در جامعه عقلانی شد، مردم دارنده میشوند و دارنده شدن قدم دیگر باید بیدار کردن روحیه خیر احسان در دل مردم باشد. یک کلمه است: پیشگیری اسرافکاری. بعضی واقعی هستند که از مردم هیچ ربطی به حیات زندگی این دو فرد ندارن، برای او باید سر لباس بخرد، حتی برای فرزندان اینا باید هدیه بخرد، یک ضیافت خاص بدهد، یعنی طرف دختردار. خب طرف دختردار چیکار میکنه؟ صبر و تحمل، به خاطر اینکه یک جنس لطیف و اگر بگیم کمتر سخت‌تر که بی سرپناه، چون پایبند است به همین که به خانه شوهر وقتی هر چی که میگویند خوب میگه در اون فرو میبرد، چیز دیگر گفته نمیتواند و دست به دامن پدر و مادر میزند که پدر جان و مادر جان التماس است که مشکل رو حل کنید که من در پیش خاندان شوهرم کم نیایم. گفته نمیتواند که من نمیتوانم این کارو کنم. به خاطر چی گفته نمیتواند؟ به خاطر فقط عائلش سالم بماند. اگرم نکرد و رفت، قدرت نداشتم و پدر و مادرم نتوانستن دستم بگیرن و در این صورت چیکار میکند؟ یک عمر موضع طعنه و ملامت قرار میگیرد، با وجود این قهرمان خاندان است، این فرزند به دنیا آورده است که باعث افتخار است، باعث روسرخی تو است، بجای اینکه شکر خدا به جا بیارن که پس از فرزند باز فرزند دیگر بیاید، بجای اینکه اندیشه را سالم کنند که عائله سالم بماند. خب قهرمان این میدان مادر است. برای اینا نوازش کنند، هدیه ها تقدیم کنند، شکر بگویند، سلامتیشون خوب نگاه کنند که در آینده با فرزندای خوب و سالم به دنیا بیارد. متاسفانه برعکس، یعنی بازوی زوری فراموش میکنند که دهنده فرزند پروردگار است. برای این به اندیشه و تفکر و عقل و خرد ورزی زندگی کردن کمال انسانی است. در بعض مناطقی مثلا کشورمون عرف و عادت‌های خیلی میان شکن یک چند ساله دوامدار است. به خصوص کسی که مجبور میکند که تو میخواهی یا نمیخواهی در 50,000 سامان برای پدر و مادر و عمک و تقا و خاله ما باید که هدیه بیاری. برای چی؟ برای که تو فرزنددار شدی. خب بس چیکار میکند؟ اگر داشته باشد با قهر و با غضب و با مثلا هر راهی ادا میکند، راضی نیستن، از دل راضی نیستن، ادا میکنند. اما اگر نداشته باشد چنگ به کدام دری باید بزند؟ چنگ به دامن کی باید بزند؟ میخواهد نمیخواهد با دست خالی میرود، چون ندارد. و اگر قرض کند 50,000 مگرم میاری پدر و مادر بشکند، یک عمر اینا قرضدار باید بمانند. این میگن بحران اجتماعی از عائله آغاز میشود، بحران اجتماعی میشود. لیکن از نگاه دیگر بسیار خطرناکترین نقطه عمر است. ناسپاسی به درگاه پروردگار برای این پسری که عطا کرده است. برای همین این باید کاملا از بین برده شود. معرفت مردم، معرفت حقوقی و معنوی مردم بالا برده شود که بس است چیز دوستی، مال دوستی، دنیا پرستی. شکر کن که فرزنددار شدی. اگر همین خواهر 2 سال اگر فرزنددار نمیشد، همه غم و غصه دنیا را فرا میگرفت، این دو عائله را فرا میگرفت. هزار اندیشه های نیک میکردن که نزد طبیب برویم، کسی را مثلا دعای نیک بگیریم، صدقه کنیم، هزار اندیشه های خوب می آمد. اگر که نمیشد بس چیکار میکرد؟ تصمیم میگرفتن که دیگر نمیشود، یعنی از این فرزند نمیشود. تو شکر نمیکنی که فرزنددار شد در 1 سال یا اصلا فرزنددار شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید کسی انسان را به کار نیکش، به خیر احسانش، به اندک نیکیش شکر نگوید، پروردگار هیچ وقت شکر نمیکند. یعنی ناسپاس است.